کتاب است آینه روزگار که بینی در و رازها بیشمار. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمت آقای حسین مسعود، محقق، نویسنده، کتابدار و کارشناس نسخه خطی هسته. خیلی خوش اومدید آقای مسعود. میشه خودتون معرفی کنید لطفاً؟ با سپاس از دعوت شما. بله، حسین مسعود هستم، متولد 2 شهریور 1339 در شهر یزد. از سال 63 وارد سازمان میراث فرهنگی شدم. در قسمت پژوهش کار میکردم. از شهریور 65 وارد کتابخانه وزیری شدم به عنوان کتابدار. بعدها کارشناس شدم، کتابدار ران و اصطلاح. در سال 69 وارد رشته ادبیات شدم. 74 ادبیات گرفتم. 20 سال بعد وارد کارشناس ارشد شدم و در بهمن 96 کارشناس ارشد نسخه شناسی از دانشگاه شهید بهشتی زیر نظر بنیاد ایران شناسی. تقریبا از نخستین مقالم سال 56 چاپ شد، چون ضعیف به سالم بود. به صورت جدی از سال 64 وارد نویسندگی شدم. نخستین کتاب من سال 72 چاپ شد و اکنون که در خدمت شما هستم بیش از 95 کتاب دارم. 95 شد بیشتر و 2500 مقاله یادداشت کوچیک و بزرگ. مقاله ای که گفتید که تو 16 سالگی نوشتید راجع به چه موضوعیه؟ مقاله نبود، یک مطلب انتقادی درباره شهر یزد بود. زندیات خضری یزدان، سردبیر مدیر روزنامه اطلاعات، یعنی خبرنگار و سرپرست بود. این مقاله را از من پذیرفتن و چاپ شد و از سال 64 بار نگارش گفتارهایی در هفته نامه میدایی از دیگه به صورت جدی وارد عرصه پژوهش شدم و سال 63 که در میراث فرهنگی بودم کارهای پژوهش شروع کردم، ولی به صورت جدی از 64. پس از سال 64 به صورت جدی پژوهش بکنید. کتابا مربوط به یزدم هست اکثرا، درسته؟ من تقریبا از 97 کتاب نمیدارم، چون آمارش ندارم. نگفته بودید بیارم، آمارش ندارم. 2 کتاب من درباره یزد نیست. یکی کتاب پژوهی است که گفتارهایی درباره کتاب هست. یکی هم در بوت نقد که نقدهای کتاب‌های غیر یزد است. چون من نقد کتاب‌هایی که درباره یزد است در دوره 4 جلدی یزد یادگار تاریخ که چاپ شده و جلد 5 هم که در دست طبیب هست اونجا آورده. این 2 کتاب من غیر یزد، دیگه تمام کتاب هم در ارتباط با یزد. چه ویژگی از یزد باعث شده که تو فرهنگ و تاریخ ایران جایگاه ویژه‌ای داشته باشه؟ خب شهر یزد خوشبختانه دارای ظرفیت‌های خوب تاریخی، فرهنگی، ادبی هست. در روستای ارنان که یکی از استان یزد هست، سنگ‌نگاره‌های به بیانی 12000 ساله و به بیانی آهن 1 برخی آهن 2. به هر حال این پژوهش‌های زندیات دینیار شهزادی بود که این سنگ‌نگارها را مستند کردن. خب در شهر یزد هم ما مسجد جامع را داریم که خب آرتور پوپ که اومده بود زمانی گودار و باستانشناسان فرانسوی اون گوشش را با کاوش ها آتش کرده را دیده بودم و الان در زیر ایوان کنونی مسجد جامع هم بنای کهنه مسجد جامع عتیق که بعدها مسجد جامع شهرستان شد و اکنون هم مسجد جامع کبیر، اون زیر ایوان که
کاوش کردن بنا رو پیدا کردن متا بعدا ریک ریخته روش که این باشه برای کاوش های بعد. این استانی هست که دارای ظرفیت های گوناگونی هست و چنان که حالا خود شما هم احتمالا اینجوری هستید، یک دلبستگی هر کسی به زاد و بوم خودش داره. درست. همچنان که این دلبستگی در نزد مردم هر محله دیده میشه. یعنی مثلا میخوام بگم که مثلا محله ما که گازرگاه هست نسبت به محله مسجد جامع سرتله، این حتی این و باز ریستر بشه یک بسیار دلبستگی که هر کسی به خونه بادش داره. درست. نمیتونه بیمونه که خونه کسی بده خونه بادش بره. خب این هیچ در مراحل بالاتر که میرسه محل خودش، شهر خودش، شهرستان، استان و بعدش دیگه ایران. هممون یک یزدی با یک لور که میشینه نقطه مشترکش ایران بودن. با توجه به اینکه حالا سالها مطالعه داشته در مورد یزد، فرهنگ یزد چه تغییراتی داشته این سالها؟ این تغییرات در همه شهرهای دیگه هم دیده میشه، در همه مثلا جنبه های زندگی دیده میشه. همچنان که الان من داشتم اینجا که قدم نزدم، خب یادم میاد که از این خونه قدیمی که اینجا هست تا سر پاساژ ستاره که زمان سینما مهتاب بود تمام اینجا گودالی بود. یعنی گودال بوده؟ گودال بود 10 متر از سطح خیابون پایین تر و توش درخت و دار و علف و خار و اینا بود. یعنی مثل حالت باغ و اینا بوده؟ بله. اینجا همینجا مثلا زمین بچه ها مرفت پایین فوتبال بازی میکنه. خب این تغییر تحولاتی هست که تغییر تحولاتی که در زبان اتفاق میفته، تغییر تحولاتی که در نوع پوشش. یعنی شما یک عکسی را که میبینید میگه این عکس ده 60، این لباس های ده 70، این لباس های ده 30 هست. آره. حالا شما نمیدونم متعدد چه سالی هست، ولی به هر حال این تغییر تحولات در همه جنبه های زندگی، در روابط، در گفتگو دیده میشه. مثلا زمانی بود که فرض کنید ما وقتی نشستیم جلوی پدر مادر، به احترام پدر مادر پامون همیشه جمع. حالا مینی پسر جلوی باباش دراز کشیده، پشتش حتی به باباش، در حالی که اینجور چیزی نبود. الان این تغییرات در همه شئون زندگی حادث شده و این تغییرات در اثر حالا فناوری که به قول نسل شما تکنولوژی هست رخ داده. همونجور که می در گفت دل ما و شما پیش از گفتار یه بحثی باشتم سر زمان و تایم، به جای زمان من هی مدام از تایم استفاده میکنم، در حالی که حالا نمیدونم مثلا ما داریم زمان یا عدل دوست راحت گفت که حله، خب این راحت حله، ولی حله نسیزه اوکی من برام ساعت اوکی کنم، برام فولا اوکی کنم، یعنی صبح تشک این قدر اوکی میگه که همه میگه بابا این خیلی کلاسش بالا، حالا همین کلاس بالا گذاشتن یا مثلا فلان خیلی ما نسل ما فیس افاده داره میگه خیلی کلاس میذاره. حالا دیگه تغییراتی بوده که اینم یکی از تغییراتی بوده که تغییرات است. چند سال پیش متاسفانه تو توریسم دو سه جا تو فیلم ها کلمه مرسی کار رفت، همه گفته مرسی، ما کلمه داره متشکرم، ممنونم، سپاس، زیباترش سپاس گذارم. حالا مرسی، حالا فکر میکنم که اگر نگه مرسی مثلا از این کلاسشون به هم گفت بحثای خارجی. نه خیلی خوب بود. اتفاقا من خواستم به این موضوع اشاره بکنم که بانده که صحبت کردیم، یکی از چیزایی که راجعش صحبت کردیم همین واژه بود که متوجه شدم شما خیلی حساسیت داره نسبت به این موضوع. وقتی که ما داریم برابر نهادش یا معادلش داریم، خب وقتی ما زمان داریم، وقتی که مثلا میگن که برو با فلانی هماهنگ کن،
خب وقتی ما کلمه زیبای هماهنگ کردم یا موافقتش بگید یا تاییدیش بگید، هم واژگان فارسی بسیار زیبایی داره، هم واژگان عربی که در واژگان فلان. چرا بریم میگم که برو با فلانی اوکی کن، خب برو باش هماهنگ کن، برو موافقتش بگیر، یا به قول آدم برو بله را بگیر. درست. کتاب دارم بوده، درسته؟ کتاب دار. بله کتاب وزیری. بله من 63 تا 65 گفتم پژوهشگر بودم، از 65 شهریور 65 دوم شهریور 65 همزمان با روز تولد خودم استخدام کتابخونه وزیری در بودم، کتاب دار ساده بودم. خب تقریبا با کتاب دار ساده، ولی چون پیش زمینه پژوهشگری داشتم در عرض کمتر از 1-2 ماه تبدیل شدم به کتاب دار راهنما، چون به هر حال بسیاری از دانشجوهایی که میمدن اونجا دنبال کارهای پژوهشی خودشون بودن، بیشتر در حوزه یزدشناسی و یزدپژوهی. خب من به دلیل اون پیشینه‌ای که در کتاب سازمان میراث فرهنگی داشتم و اصلا همراه با آقای محمد رضا اولیا که مهندس بودم، یک کتابخونه کوچک یزدشناسی در سازمان میراث فرهنگی گذاشتیم که الان یک کتابخونه عظیمی شده در 4 ملال. اون کتابخونه با 10 جلد کتاب شروع شد و حالا یک کتابخونه بزرگی هست. خب با منابع آشنا بودم، کم کم تبدیل شدم به کتاب دار راهنما و همزمانش خب من مقالاتی در حوزه یزدپژوهی نوشتم. طبیعتا وقتی که تو یک حوزه کار میکنی با منابع آشنا میشی، با منابع برخورد میکنی، دوباره از اون سو با بزرگانی که تو حوزه یزدشناسی کار میکنن آشنا میشی که خب من آشنایی با یکی از یزدشناسان نامی، یکی از ایران شناسان نامی جهان استاد ایرج افشار آشنا شدم و کم کم با بزرگان این حوزه، نویسندگان، قلم زنان آشنا شدم و این آشنایی ها هی کمک میکرد به رشد و پیشرفت من و همچنان که همتون هم که در خدمت شما هستم، این نیاز به آموختن دارم و نیاز با غمخور بودن با نویسندگان و اهل قلم. درسته. در حوزه یزدشناسی زمانی که با هم صحبت میکردیم به این نکته هم اشاره کردید که سال 66 اگه اشتباه نکنم پیشنهاد روز کتابو شما داده بهشون، درسته؟ بله، ما پیش از انقلاب هفته کتاب داشت و بعد از انقلاب دیگه مثل بسیاری کارها که فراموش میشه، یکی از حوزه‌ای که فراموش شده بود حوزه کتاب بود. خب من اون وقت کتاب داره کتابخانه وزیری بودم، دیدم خب ما روز کشاورز، روز کارگر، روز ارتش، بسیاری از روزها و هفته ها داریم، ولی روز یا هفته به نام کتاب نداریم که این پیشنهاد دادم و خوشبختانه چند سال بعدش، نمیگم تحت تاثیر نوشته من، ولی به هر حال در روزنامه پرشمارگان اطلاعات چاپ شد و برخی شاید دیدن و به این اندیشه افتادن و خوشبختانه دیگه امسال نمیدونم 26 نمیدونم سال هفته کتاب هست که برگزار میشه، یا شاید هم بیشتر نمیدونم، آمارش ندارم، ولی این خوشبختانه جا افتاد. و نویسنده این مورد علاقه دارید که مثلا کتاباشو دنبال کنه یا کتاب خیلی خاصی باشه که خیلی دوست داشته باشه؟ بله، طبعا در حوزه یزدشناسی یا یزدپژوهی کتاب استاد ایرج افشار گفتم، بله، ایشون حدود 50 یا 60 عنوان کتاب در حوزه یزدشناسی دارن و حدود 40 گفتار در حوزه یزدشناسی. خب در حوزه یزدشناسی در حوزه‌های دیگری که مورد علاقه من هست، من سال هاست تقریبا از ده 7 کتابای آقای
زنده یاد دکتر محمد علی اسلامی میدوشن که از افتخارات استان یزد هستن پیگیری میکنم. و حالا هر کتابی که حالا من خوشبختانه خودم کتابخونه شخصی دارم 2000 جلد، بیش از 2000 جلد کتاب داره که چند صد عنوانش کتاب های حوزه یزد، یعنی بخش تخم من هست، بخش یزد شناسی. تقریبا به استثنای شاید یکی یا دو عنوان کتاب دیگه تمام کتاب هایی که تو حوزه یزد شناسی چاپ شده من دارم. بعد هیچ کتابی هست از خودتون که علاقه من باشن اونایی که به یزد اون کتاب بهشون پیشنهاد کنید که بخونن و حالا خب من تعریف کنن؟ بله، تقریبا از این 90 عمدی کتابی که دارم، یکی از کتابم که بسیار پرخواننده هست، بیش مراجعه زیادی میشه، جز کتابی است که خود من زمانی که کتابخونه وزیری بودم هر باری که این کتاب خودم میدم از بس برق خورده بود و یادداشت بود و ضربه در زده بودن و یادداشت برداری شده بود. کتاب جز کتابای همیشه کتابایی بود که تو نوبت بود. کتاب یزد یادگار تاریخ است که خود من خیلی دوستش میدارم چون برگزیده است از مقالات من. گفتم تو من بیش از 2000 مقاله دارم که در این 4 جلدی که چاپ شده حدوداً 450 مقاله برگزیده، چون هر باری که یک جلدیش رو چاپ میکنم میام از میان انبوه مقالاتون که چاپ شده گزینش میکنم، حالا به نظر خودم بهترین آنها انتخاب میکنم در اون دوره میارم. دوره یزد یادگار تاریخ همینجوری هست که بین 6 تا 8 بخش داره: بزرگان، هنر، معماری، معرفی کتاب، تاریخ، فرهنگ، ادب، تاریخچه کتابخونه ها. به این دلیل کتاب پرمراجعی هست و 2 تن از دوستان بزرگوار من که هر دو از من بزرگترم هستند، 3 تن از دوستان من، آقای دکتر آپولی یزدی که کتاب 16 و بله افتخار یزدی ها هست، آقای دکتر اصغر سمسار که بنیانگذار مؤسسه سازمان آب و مؤسسه تمدن کاریزی قنات هستند، و آقای دکتر جلالی بندری که استاد ادبیات دانشگاه یزد هستند. این 3 میگن که کتاب یزد یادگار تاریخ یک دایره معارف یزده و در مقدمه‌ای که نوشتن همیشه هر جا بیشتر سفارش میکنن که هر یزدی واسه یک دور از یک کتاب را تو کتابخونه‌اش داشته باشه و این گفته این 3 بزرگوار برای من بسیار خرسند کننده هست و باعث شادمانی من میشه. و توی نگارش این کتابا یا تو مسیر تحقیق چالشی بوده که داشته باشه؟ بزرگترین چالش رو چی بودن اون؟ خوب اصلا زندگی یعنی چالش. شما با این سنتون حتما چالش های داشته و تو این عرصه پژوهش چالش هست. این چالش به این ترتیب است که شما بایستی بین ایدال ها، خواسته ها و آرزوها و بسیاری از چیزهایی که چه نسل من چه نسل دومارش هست از اینها بگذاری. یعنی مثلا من زمانی رفته بودم جلوی دانشگاه تهران، کتاب فروشی ها بود، یک دوره کتابی میخواستم بخرم، دست کردم تو جیبم دیدم که فقط پول خرید بلیط را دارم برای برگشت به یزد. خب خیلی برام مشکل بود و پول شام. خب من از پول شامم گذشتم و گفتم امشب شام نمیخورم ولی کتاب را بخرم. خب این دنا و بسیاری از لحظات زندگی را بایستی ازش بگذری، بشینی کار بکنی، پژوهش بکنی. شاید مثلا خانواده کو
بهترین امکانات رفاهی داشته باشه، یعنی مثلا برادر و خواهر امکانات رفاهی داشته باشه ولی تو امکانات رفاهی نداری ولی شادمانی که داری کاری که دلت بخواد انجام میدی، یعنی کار دلت داری انجام میدی و این بهترین مثلا خورسندی من هست که به کاری که دوست داشتم رسیدم. پس کتاب معتقد خیلی تاثیر رو روان آدم داره و غذای روح هست دیگه، درسته؟ کتاب حالا چه کسانی که کارهای پژوهشی میکنن، چه استاد دانشگاه و چه حتی خانه دار، یک زن خانه دار اگر بره کتاب چگونه فرزند خود را تربیت کنیم بخونه خیلی بهتر از اینه که چیزایی که شنیده و خودش تجربه میکنه چگونه فرزند خود را شیر بده. مثلا هم این یک نجاری بره کتاب آموزش درودگری را بگیره بکنه و بهتر از قبل میشه. حتی پس تو هر زمینه ای پیشنهاد میکنید که از کتاب کمک بگیرن. بله کتاب. بعد اینکه چیزی که هست اینه که ما با چه کار انجام بدیم که مردم بتونن بهتر، یعنی بیشتر کتاب بخونن و سرانه مطالعه کشور رو بالاتر ببرن. تأثیراتی که داره یک در نخستین گام آموزگار، دبیر، استاد دانشگاه اینها میتونن بهترین مشوق باشن. دو، برنامه‌های صدا و سیما میتونه مشوق باشه. مثلا سریالی داره پخش میشه، شما سریال های خارجی رو اگر دیده باشید بسیاری توش زیاد هست. سریالی داره پخش میشه، پسر میره قلو پدر یا پدر بزرگش میره، پدر بزرگش تو کتاب خونه نشسته داره مطالعه میکنه. یا مثلا فرض کنید حالا شاید درست نباشه ولی واقعیت هست، در کشورهای اروپایی یک نفر که اینجا سوار مترو میشه یک کتاب میخونه و در پایان مترو کتاب میگذاره زن. یکی از مشکلات بسیاری از متروها زباله بزرگش کتاب هست. مسیر رفته کتاب خونه یا قطار کتاب رو میکنه بالا، یا نزدی که تو اروپا راه افتاده بود کتاب رو میخوند تو پارک، یا که میخوند میذاشت تو پارک نفر بعدی ور بدش. الان یک کتابای جیبی هستش که میتونن مثلا تو مترو اینا هم راه خودشون داشته باشن، همه جا میتونن کتاب رو تو پارک جا میذاشت نفر بعدی ور بدش میخوند، تو ایستگاه بعدی جا میذاشت و این گردش کتاب بود. این علاقه بود. شما هر کدوم از این کلیپ ها و فیلم هایی که در محیط های مجازی میبینید که در نشون میده، میبینید همش تو مترو نشسته همش که کتاب دستش داشته، در حالی که ما مثلا میریم تو قطار 12 ساعت تو قطار همش نگاه میکنیم، اینجا یه خود مثلا یه نفر پیدا میکنیم خب چرنده پرنده دیم که وقت بگذره، در حالی که اونا این کانال انجام نمیدن کتاب بخونن، چون براشون خواندن کتاب و خوانش کتاب نهادی نشده، اصلا وقتشون تلف نمیکنن، یا دارن رمان میخونن یا دارن داستان میخونن یا دارن یک کتاب آموزشی میخونن. خیلی ممنونم، خیلی خوشحال شدم آقای مسرت و ممنونم که وقتتون رو گذاشته و تجربتون رو در خیرون داشتید. نخواهش میکنم. واسه صحبتاتون از من پرسیدید که متولد چه سالیم. من متولد 72 هستم و حالا چونم قسم صحبتاتون رو قطع کنم نگفتم بهتون و خیلی خوشحال شدم واقعا که از تجربتون به ما گفتید و دارم استفاده کنم. فرزند سوم من است. خب به سلامتی. خیلی ممنون آقای مسرت. اگه سخن دیگه ای دارید، اگه چیز خاصی هستش که میخواید بفرمایید بفرمایید. جمله بسیار بیت بسیار زیبایی هست: کتاب است آینه روزگار که بینی در اوناست آب شمار. خیلی ممنونم، مرسی، لطف کردید. یکی از معروفترین کتاب‌های آقای مسرت کتاب یأس یادگار تاریخه که از کتاب فروش بلود میتونید تهیه کنید. امیدوارم که این گفتگو رو دوست داشته باشه و اگه انتقاد یا نظری دارید حتما به اون بنویسید.